استاد داشت سر کلاس توضیح میداد. زمانی امپراتوری بزرگ روم بر این عقیده بود که زن موجودی است بیجان که از حیات اخروی بی بهره است و حق سخن گفتن در حضور مردان رو نداشت. یکی از بچه‌ها گفت: استاد، اینو مال صدها سال پیشه. الان دیگه زن بین غربی‌ها جایگاه پیدا کرده. اما استاد ادامه داد: هگل هم معتقد بود زنی که من ناچار باشم به او احترام بگذارم و از او تقدیر کنم هنوز آفریده نشده و نخواهد شد. و امپراتوری بزرگ فارس قدیم زن رو مصدر بلاها میدونست و اعراب جاهلیت با اون خشونت و وحشیگری دخترانی بیگناه و معصوم رو زنده به گور میکردن. دوباره همون دختر زیر لب گفت: اینها هم هر وقت حرف درستی میزنی خودشون رو میزنن به نشنیدن. همه کلاس خندیدن. یکی از پسرای اجازه گرفت: استاد، زنها همیشه مورد بی‌توجهی بودن در جوامع. گناه دارن زبون بسته ها. دوباره همه کلاس خندیدن. من در جواب اون پسر گفتم: من اینو قبول ندارم. خیلی از زنها هستن که جایگاه خودشون رو پیدا کردن و موفقیت‌های زیادی به دست آوردن. این به خود آدم بستگی داره. استاد گفت: بله، حرف درستیه، ولی کامل نیست. و ادامه داد: بخشی از هویت انسان به اون چیزی بستگی داره که نظام حاکم بر جامعه به افراد میبخشه و بخش دیگه ظهور و بروز خود فرده. میدونید هویت جنسی با جنسیتی چه فرقی داره؟ ارشیا گفت: این یه تی از اون بیشتر داره. مهسا گفت: استاد، فکر کنم جنسی یعنی زن و مرد بودن. استاد جواب داد: آره، یه همچین چیزایی. هویت جنسی به احساس مردانگی یا زنانگی افراد اشاره داره که عوامل زیستی، شناختی، اجتماعی میتونن در اون نقش داشته باشن. اما هویت جنسیتی عموماً به صورت فرهنگی تعیین میشه. اینکه جامعه چطور هویت جنسیتی افراد رو تعریف میکنه وابسته به چارچوب‌های فرهنگی و مؤلفه‌هایی که بر این هویت تأثیر گذاره. مهسا گفت: من که نفهمیدم چی شد. من گفتم: استاد، یعنی این جامعه است که به ما هویت میده که مرد باشیم یا زن؟ امیر گفت: چه جالب، یعنی من خودم نمیدونم مردم یا زن تا یکی بیاد بهم بگه. استاد جواب داد: نه، اینطور نیست. جامعه برای افراد طبق جنسیتشون چارچوب‌هایی رو در نظر میگیره که آرام آرام این چارچوب‌ها فرد رو آماده میکنه که به عنوان زن یا مرد در بین افراد زندگی کنه. فرق جنس با جنسیت اینه که جنسیت رفتاریه که جامعه از شخص به عنوان زن یا مرد انتظار داره. جنس ساختار فیزیکی و تمایلات عاطفی مربوط به اون فرده. مهسا گفت: جامعه که میگید یعنی خانواده هم شامل میشه و هویت آدم از اونجا شروع میشه؟ استاد گفت: بله، همون رفتارهای اولیه‌ای که پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده با یک بچه دارن. اون بچه رو سوق میده به سمت پذیرش و هویت جنسیتی اون فرد. من گفتم: مثل این که از همون اول تو خانواده های ما پسرها با هم بازی میکردن و دخترها با هم؟ استاد جواب داد: این یکی از مصادیقشه. چیزای دیگه‌ای مثل این که کدوم یک از پدر یا مادر نقش اقتصادی در خانواده رو ایفا میکنن، کدوم یک حضور پررنگتری در خانواده دارن، یا محبت والدین بیشتر نسبت به کدام جنسه و چیزای دیگه. امیر گفت: یعنی اگر من با دخترهای فامیل بازی میکردم الان هویتم میشد دختر. استاد با لبخند جواب داد: بی تأثیر نبود. البته این مبحث بسیار تحت تاثیر آموزش افراده. یعنی شما آموزش میبینی که ارزش‌های زنان رو برای خودت ارزش بدونی یا ارزش‌های مردانه رو. اینجا بود که یکی از پسرها گفت: کلاس تمام شده. و استاد خسته نباشید گفت: ولی بحث خوب.